هفتم. در این بازه زمانی حدود 500 سال نیشابور رشد میکنه. اون نیشابور بزرگی شما ازش در کلام شنیدید و دوره تاریخی نیشابور دوم شهری که از میان 33 نظامی جهان اسلام در سده پنجم 28 تاش توی اون نیشابور، شهری که بنابر قولی نخستین شهر جهان بود که به جمعیت بیش از 1 میلیون تن رسیده. ما داریم راجع به اون نیشابور سخن میگیم که البته نخستین شهر دانشگاهی جهان نبود، اما تبدیل به یک شهر دانشگاهی شد. نخستین شهر دانشگاهی جهان کجا بود دوستان؟ بلند. درود بر شما، کاملا درسته. گندیشاپور که معرفش میشه گندیشاپور. جاش کجاست واسه اینکه ما بهش بهتر بدونیم کجاست؟ در خوزستان 10 کیلومتر پس از دسفول به سوی شوشتر، یا از شوشتر داریم میاییم تو جاده به سوی دسفول 10 کیلومتر مانده به دسفول. آرامگاه کی اونجاست در بقایای گندیشاپور؟ آرامگاه کیه؟ لطفا بلند بگید که صدا برسه به بقیه دوستان. سردار بزرگ ایرانی از بنیانگذاران عیاران که بعدها نام دیگر بر خود میگیرند. بلند درسته. لیث، یعقوب لیث سیستانیه. آرامگاهش چرا تو خوزستان در جاده دسفول جنگ بوده؟ خاطر جنگ. چرا؟ کی میدونه؟ خاطر جنگ. آرامگاه یعقوب لیث اونجاست. خاطر جنگ بوده؟ دقیقاً. سر چه جنگی بوده؟ جنگیشو نمیدونم. با بنی عباس در حال درگیری بوده. میره تا بخواد بسته رو تسخیر کنه، اما که خلیفه نیرنگ میکنه، سد رو دجله رو میشکنن، دشت رو آب فرا میگیره و بیماری زیاد میشه. همینطور سپاه ایران نمیتونه رد بشه، تو گل گیر میکردن اصطلاحاً. اینا عقب نشینی میکنن، میان به گندیشاپور سنگر میگیرن. اونجا یعقوب لیث بیمار میشه، گفتن بر اثر مالاریا یا بیماری چنین از بین میره و اونجا آرامگاهشون هست در بقایای گندیشاپور. دلیلش این هست. پس گاهی تاریخ مرتبط با مسائلی که داریم میخونیم حواشیش رو بررسی کنیم، برای خودمون خوبه. عرض میکنم که نیشابور دوم اما شهر دانشگاهی تبدیل میشه کم کم پس از اینکه در سده پنجم به اوجش میرسه. خوشبختانه برای ما و هم حکیم عمر خیام، شاه زمان در دوره سلجوقی آدمی دانشمند دوست و دانشمند پرور بود به نام جلال الدین ملک شاه محمد سلجوقی. ایشون از بابت گاه شماری در ایران آنچه بود ناخوشنود بود. بنابراین فرا میخونه دانشمندان از جمله حکیم عمر خیام رو به دربار تا در مورد گاه شمار مشورت کنه. چرا خیام رو فرا میخونن؟ چون ایشون حدود 23 تا 24 سالگی از سرآمدان علمی زمان خودش بود، از میان 5 حکیم بزرگی که از سده سوم تا حمله مغول در سده هفتم می‌ایستن، ایشون یکی از اون 5 تن بود. 4 تن دیگر رو شما بفرمایید. منظورمون همه چیزدان هست. حکیم و همه چیزدان. حکیم؟ 4 تا حکیم بگیم؟ یکی و بلند. ابوالقاسم فردوسی. استاد من بوده. ابوالقاسم فردوسی. حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی. رئیس ایرانی بیمارستان تیسفون یا بغداد که بنیانگذار بخش کودکان بیمارستان بوده. نخستین کسی که بخش تخصصی کودکان رو در بیمارستان بنیان گذاشته در دنیا. شیمیدان برتر ایرانی، حکیم بزرگ محمد زکریای رازی. دیگر حکیم خراسانی گفته به ولایت بدخشان افغانستان نزدیک مرز تاجیکستان، شمال افغانستان میشه. سفرنامه معروفی دارن. حکیم ناصر خسرو قبادیانی بلخی، ایشون هم یکی از این 5 حکیم بزرگ هستن، همه چیزدان. خب عرض میکنم به حضورتون در اون دیدار جلال الدین ملک شاه اظهار ناخوشنودی میکنه از گاه شمار. حکیم توضیح میدن و دیگر همراهان دانشمندانی که بودن میگن به دلیل اینکه سال شمار اسلام در ایران به صورت سال شمار قمری، یعنی گردش ماه به دور زمین که اصلا دقیق نیست.
ایشون میگن مگه سال شمار پیش از اون در سرزمین شما چگونه بوده؟ میگن بر اساس گاه شمار خورشیدی بود، یعنی گردش زمین به دور خورشید که نسبتاً دقیق بوده و مناسبت‌ها در جای خود در سال پایدار، از جمله نوروز و مناسبت‌های دیگر ایرانی که ایشون توضیح میدن. پس از توضیحات ایشون شاه فرمان میده که همه باید در خدمت حکیم عمر خیام و گروه پژوهشی ایشون باشن تا گاه شمار رو حکیم تدوین کنن. حکیم عمر خیام در رأس یک هیئت علمی با صرف مدت حدود 7 سال موفق میشه دقیق ترین گاه شمار جهان رو تدوین کنه با دقت خطای 7 ثانیه در سال و به افتخار شاه که از این پروژه پشتیبانی کرد و دستور داد نامش رو میذارن گاه شمار جلالی و این گاه شمار یا سال شمار رسمی امروز کشور ما هم هست، دقیق ترین جهان. پس از اون حکیم یک بودجه تحقیقاتی و عرض کنم که اسکالرشپ یا بورسیه در اختیار خودشون داشتن که سالیانه از خزانه کشور بهشون پرداخت میشد، بالغ بر 10,000 درهم در سال. و ایشون از اون زمان شروع میکنن بیشتر مقاله های موردی تخصصی به ویژه در حوزه های علوم ریاضی تدوین میکنن و مینویسن که هنوز هم در جهان راهگشای دانش ریاضی و علوم ریاضی در جهان هست. حکیم در حدود 80 سالگی در آغاز سده ششم درگذشتن و بنابر متون تاریخی در گورستان هیره با هیجیمی نوشته میشه درگذشتن و اونجا به خاک سپرده شدن. گور نخست حکیم عمر خیام به دلیل رویداد شومی که در 100 و اندی پس از درگذشتشون رخ داد که چه بود؟ حمله مغول نامشخصه، چون مغول‌ها همه بیشتر سنگ‌های گورستان‌های نیشابور رو شکستند و آسیب رساندند، از جمله گورستان هیره رو. بنابراین ما نمیتونیم به دقت بگیم که گور نخستشون سنگشون چه ویژگی داشته یا دقیقاً در کجا بوده. احتمال داره حتی گور ایشان به تصمیم گرفته باشن که جابجا هم بکنن. اما گور دوم و سوم حکیم کاملا روشن هست به کوشش و تلاش تاریخ‌نگاران. گور دوم حکیم کنار سازه امامزادگان سنگ قبری محقر بوده تا سال 1310 خورشیدی، هنگامی که ادبا، دانشمندان و شعرا میان از تهران برن به طوس برای پیشبینی مقدمات هزاره حکیم ابوالقاسم فردوسی. سنگ قبر محقر حکیم رو که میبینن سفارش ساخت یک المان یادمان معماری رو میدن که همزمان با افتتاح آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس اون المان یادمان هم اینجا قرار میگیره. طراح هر دو یکی بوده، زنده‌یاد جناب استاد کریم طاهرزاده بهزاد، طراح هم اون المان هم طراح آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در طوس که 1313 هر دو افتتاح شد. بوده تا پس از رفع زحمت متفقین در اواخر دهه 20 در دهه 30 پروژه‌های عمرانی دوباره آغاز میشن و شکل عمرانی کشور به خودش میگیره. در اون زمان انجمن آثار ملی ایران که پلاکش رو سنگ آرامگاه هم شما ملاحظه میکنید به یکی از مفاخر معماری معاصر زنده‌یاد جناب استاد هوشنگ سیهون سفارش ساخت آرامگاهی در شأن حکیم رو به ایشون میدن. استاد بررسی میکنن، توی نشست انجمن آثار ملی عنوان میکنن که اگر این سازه با این جزئیات معماری اونجا اجرا بشه از دیدگاه دید و منظر شایسته نیست و در تضاد قرار میگیره با اون سازه. برای اینکه جایگاه و احترام هر دو سازه حفظ بشه شایسته است در جای دیگه در باغ این طرح اجرا بشه. موافقت‌ها رو میگیرن، اون المان یادمان رو اندکی بعد میبرن در میدان خیام کنونی میگذارن که یادگار گذشته بود و 1338 که عملیات اجرایی اینجا آغاز شده بود کل باغ با اسلوب طراحی باغ ایرانی شکل میگیره. بقایای پیکر حکیم نقش قبل میشه و در سال 1341 چند پار استخوانی که یادگار ایشان بوده داخل صندوقچه‌ای قرار میدن و اینجا با احترامات و تشریفات رسمی به خاک میسپارن. اینجا از 1141 آرامگاه جاودانه حکیم عمر خیام است. این سازه آرامگاهی که شما میبینید المان‌هایی که درش به کار رفته رو با هم بررسی بکنید. اگه همراهی بفرمایید این رو از بالا فشار بدیم بر روی کاغذ و در نمای دو بعدی تا این 10 پایه باز بشه. در نمای دو بعدی بر روی کاغذ به این طرح بگیم خورشید 10 پرتو یا شمس 10 تر.
به یک شکل منظم هندسی است به نماد هندسه حکیم عمر خیام. زنده یاد استاد سیهون اینطور به زیبایی از روی کاغذ برافراشتند و شد حجم، سازه‌ای که شما ملاحظه می‌کنید از جنس بتون مثلث ساخته شده و با یکی از دشوارترین المان‌های معماری ایرانی کاشی معرق تزیین شده. کاشی معرق از درون و بیرون با اشلی گسترده نخستین بار اینجا بوده که در فضای آزاد و در معرض فرسایش ازش بهره بردن. کاشی معرق از درون دارای طرح‌های اسلیمی است که نشون میده ایشان دانشمند ایرانی دوره اسلامی بوده است. همینطور نمایانگر باغ بهشته که گویی حکیم در بهشت آرمیده. از بیرون 20 رباعی و در مجموع و همینطور بر روی هر پایه 2 رباعی به خط تعلیق یا خط معلق هم بهش میگن عمدی داشتن که به خط معلق رباعی رو نوشتن. چرا؟ چون مانند رباعیات حکیم شما در خوانش نخست یک مفهوم درک می‌کنید، عمیق‌تر که مطالعه می‌کنید مفاهیم عمیق دیگر از رباعیات حکیم رو در میابید. خط تعلیق هم شاید در نگاه نخست ما نتونیم همش رو بخونیم، اما اندک میتونیم واژگان رو بخونیم و مفاهیم رو درک بکنیم. به خط تعلیق و به گزینش زنده یاد جناب استاد جلال همایی نقش بسته بر بیرون اینجا. در حد شرقی و پشت آرامگاه شما 7 تا حوض با شکل‌های مثلث می‌بینید به نماد 7 آسمان و در میان خورشید دانش حکیم عمر خیام است که شما پرتوها رو ملاحظه می‌کنید رو زمین از منشور میانی به هر سو رفته، یعنی در جهان هستی جایی نبود که از دانش حکیم عمر خیام بی بهره باشه. شکل مثلث که شما اطراف می‌بینید در معماری نماد دانایی، دانشمندی، خردمندی، اشراف و آگاهی است. همینطور به مثلث خیام نیوتن پاسکال هم دلالت داره که حکیم عمر خیام خیلی پیش از نیوتن بریتانیایی و هم پاسکال فرانسوی ضرایب جمله‌های اتحادی رو برای نخستین بار در قالب یک مثلث قائم الزاویه محاسبه و تدوین کرده بودند. اما شاهکار محاسباتی حکیم عمر خیام که به کوشش جناب استاد سیهون اینجا جاودان هست، دقیق‌ترین گاهشمار جهان به نماد 30 روز یک ماه 30 ستاره در سقف بنای آرامگاه، به نماد 12 ماه یک سال یک ستاره با 12 پرتو بیرون این خورشید و بر روی زمین قرار گرفته که شما بیرون تشریف ببرید میتونید اون رو ببینید. فاصله ضرب 30 در 12 میشود 360 جمعش با منشور 5 زلی سنگ آرامگاه میشود 365 روز یک سال به گواه گاهشمار جلالی. منشور آرامگاه رو زنده یاد جناب ابوالحسن خان صدیقی پیکر تراش ایرانی همزمان با اینکه اون پیکر نیمتنه حکیم رو تراش دادن و در ورودی با قرار دادن، این رو هم اینجا قرار دادن به نماد سده پنجم که عمر زندگانی حکیم گذشت و هم در سده پنجم حدود 30 سالگی حکیم بود که موفق شدن ایشون دقیق‌ترین گاهشمار جهان رو تدوین کنند. حدود 3 تا 4 سال پیش از درگذشت حکیم عمر خیام ایشان با یکی دیگر از مفاخر ملی زنده یاد نظامی عروضی سمرقندی در بلخ دیداری داشتند. نظامی در اثر ارزشمند خودش 4 مقاله که در لوح افتتاحیه این سازه هم اونجا میتونید نامش رو ملاحظه کنید میگه که من در بلخ با حکیم که دیدار داشتم ایشون شرح حالی از درگذشت خودشون و گور خودشون گفتن. میگن که ای نظامی گور من در نیشابور در موضعی باشد که باد شمال بر آن وزد و شکوفه‌های بهاری آن را در بر گیرم. نظامی می‌فرماید که من در بهار از گور حکیم عمر خیام گذشتم و دیدم که چنین بود. این رو برخی باور دارند که حتی معجزه حکیم هست که شرایط شرح حال درگذشت پس از خودش رو پیش‌بینی کرده. جناب استاد سیهون دستور دادن در حد شرقی اینجا بالادست گلابی و زردآلو بکارند در هنگام افتتاحیه تا دوباره گل‌های بهاری بر بالین حکیم بیان در بهار. امید که دوباره این روح بشه. جاوید و پاینده بادی را شاد و تندرست باشید.